دوستان خدا را. حال یک برادر دیگرم اون سوال در خانه باقی مانده است که خیلی آزارها دادن همون قوم، بس به واسطه چی؟ به واسطه که یک چند مسئله های فقهی را گفته بوده است که خیلی حقیقت دارد و همه اینا را پر را در من نویساندگی هست، لیکن به سبب که یک چند نفر دیگر در همون بین قوم بودن، دیگر تهمت ها را در پای این بیچاره پیچانیدن و او را از مسجد پیش کردند. یعنی این گونه آزارها البته وجود دارد. باید انسان مسلمان هیچ وقت روح افتاده نشود. یعنی وقتی که ما و شما اگر حق میگوییم، حق رفتار میکنیم و بعد این ملامت و عذابهای را که میکشیم، در این باید ما و شما روح افتاده نشویم، دل شکسته نشویم. زیرا که خواهی نخواهی این ملامت و این عذاب بر سر هر یک دوست های خدا وجود داشت. حضرت مولوی جنین میگوید محبان خورده صد سنگی ملامت، محبان خورده صد سنگی ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت؟ تو سالک، تو انسان کی سلامت میمانی وقتی دوست های خدا چی سنگ ها خوردن، چی تهمت ها دیدن، چی عذاب ها را کشیدن. دوره های حضرت قصه یادم آمد، بسیار عذاب کشیدگی بود از یک دوست خدا، لیکن چی صبرهای کرده بودن. میدانستند که این الله مع صابرین است، خدا همراه صابرین است. دوره های خلافت حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بود. خیلی با دقت گوش کنید و فهمید که دوستان خدا چه عذابها کشیدند، لیکن در عذابها پرطاقت بودند. دوره های حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بود که از طرف امپراتور روم، که اون زمانها دو تا امپریه خیلی با قوت بود، یکی امپریه فارس ها و یکی امپریه روم. امپریه روم با سرداری هرقل بود، یعنی گرقل ما شما میگوییم. همون هرقل امپراتور بود، سردار بود، پادشاه بود. هر روز تهدید میکرد که هجوم بالای مسلمان ها میکنم. به نهایت حضرت عمر لشکری زیاد کشید و برای نابود کردن این طاغوت، این مشرک، عسکری خود روان کرد. وقتی اینها در جنگ آماده شدند، این زمان یکی از صحابه های جلیل القدر عبدالله ابن جزافه اسیر هرقل شد، اسیر افتاد. وقتی عبدالله را پیش گرقل بردن، گرقل نظر کرد و گفت عبدالله از دین محمدی پس گرد. اگر گفت تو دین نصرانی را قبول کنی و از دین محمدی پس گردی، نصف دولتم را برای تو تسلیم میکنم. عبدالله که در وجود او لذت ایمان جوش میزد، چقدر الله و پیغمبر که دوست میداشت. اگر ما و شما پدرای عزیز الله و رسول او را از همه آن چیزی که داریم دوست نداریم، حلاوت ایمان چشیده نمیتوانیم. ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمان. پیغمبر خدا گفتند اگر در شما ای مردم مسلمان تا سه چیز اگر نباشد، شما حلاوت ایمان، لذت ایمان نمیچشید، حس نمیکنید. ای یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. یکمش همین است که از پدرت، از مادرت، از فرزندها، چه دخترها و چه بچه‌ها، از رفیقها و پول و مالت، اگر پروردگار و پیغمبر او را پیشتر دوست نداری، زیادتر دوست نداری، تو حلاوت ایمان چشیده نمیتوانی. عبدالله تمام وجودش محبت الله و پیغمبر جوش میزد.
وقتی هیرکل این پیشنهاد کرد و چی میدانست که حلاوت ایمان چیست؟ هیرکل چی میدانست دین محمدی چی دین است؟ چی میدانست اسلام چی است؟ گفتی حضرت جلال الدین رومی اندرون چوب گوید کرم چوب در کجا باشد چنین حلوای خوب. این کرم چوب که همون شیره درخت میخورد از قند و عسلی بیرون که درک نداشت فکر میکرد بجز همون شربت درخت دیگر هیچ چیز لذیذتر نیست. این هیرکل مشرک که بود، کافر که بود، چی میدانست که دین محمدی چی لذت دارد، اسلام چی لذت دارد؟ از این درک که نداشت. گفت دین نصرانی را قبول کن، نصف امین دولت روم برای تو تسلیم میکنم. عبدالله گفتن، ای هیرکل گفتن، به عظمت پروردگارم قسم گفتن اگر کل دولت روم با تمام اشیایی که دارد، با این پادشاهی که تو داری، اگر بر من دهی، من دین محمدی را عوض نمیکنم، هیچگاه از دین اسلام رخ نمیگردانم. جان و مادرم فدای محمد دین او باد. وقتی این صحبت هیرکل از زبان عبدالله که شنید، گفت برای تو چنان عذاب میکنم که خیلی درمند میشوی. گفت هرچی عذاب میکنی انا همین جسدی که در قبر آینده میپوسد، فقط همین جسدی مرا عذاب داده میتانی، بر روح من تو کاردار شدن میتانی. هیرکل دید بسیار جسور است، در حال امر کرد و گفت از پا و دستهاش میخ کنید و در بین مردم در بالای چوب بردارید تا که مردم با نیزه و با سنگ او را عذاب کنند. وقتی میگوید هیرکل در بالای چوب خوابانیدن، در دستها و پایهای او وقتی میخ میچوکیدن، میخه که وقتی میزدن، حضرت عبدالله چی میگفت؟ لا اله الا الله. یگانه کلمه ای که از زبان حضرت عبدالله میبرامد انا همین کلمه بود، لا اله الا الله. دیگر هیچی صدا نمیداد. امروز ما را یک تهمت میکنن، یک حسد میبرند، یک بخیلی میکنن، یک دشنام میدهند، با این ما و شما آزرده میشیم، با این ما و شما رو افتاده میشیم. حضرت میخچوب کردند، وقتی میگه بلندش کردند در بین تمام مردم روم، نوبت به نوبت آمدگی آدم نیزه قطی میزد، سنگ قطی میزد. این تا یک روز میگد عذابش همین بود. وقتی هیرکل میگه نزدیک آمد که میشنود کنی عبدالله از دین محمدی میگردد یا نه، نظر کرد. هیرکل وقتی دید آواز باز بلند کرد، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. فقط این سخن بود. هیرکل در حال امر کرد پایانش کنین، گفت پایان بیارینش. وقتی پایان آوردن امر کرد یک دیگ کلان بیارین، عذاب ببینین. یک دیگ کلان را بیارین، در همین دیگ آب ریزین. چنان میگوید صاحب تاریخ میگوید چنان آب ریختن، چنان آتش ماندن که قریب که همون دیگ از حرارت گرمی خود آب میشد. عبدالله را راست کرد، گفت از دین محمدی پس میگردی یا نمیگردی؟ و ایلا نگردی، گفت انا همین دیگ دا، گفت الحال پرتافته میشوی. عبدالله میگوید وقتی این دیگ دید، خود میگوید قدم زنان به پیش دیگ رفت، خود قدم زنان به پیش دیگ رفت. امروز ما از تهمت میگریزیم، امروز نمیخواهیم که اگه بلای به سر ما و شما بیاید. حضرت خود به پیش دیگ رفتند و گریه کردند. وقتی هیرکل میگوید دید که حضرت عبدالله گریه دارد، خنده کرد. گفت از مرگ ترسیدی؟ گفت نه. گفت قسم، گفت با آن خدایی که جان محمد در دست اوست، گریه من برای این است که پروردگار مرا یک جان داده است. کاش که مرا 100 جان میداد و این گونه عذاب میکشیدم، الحال من نزد پروردگار میرفتم. این سخن عبدالله بود. وقتی هیرکل این سخن میگه شنید، باز یک بار رو افتاده شد. گفت این مردی هست که بسیار مردی صادق است. از پیش دیگ پس گردان و گفت به یک غرفه تنها برینش.
وقتی غرفه تنها بردن، یک زن فساد فاسقه رقاصه را میگد گرفت آورد و گفت در پیش وی میروی، چنان رقص میکنی، تمام بدن خود عریان میکنی، کاری میکنی که وی شیفته خودت میکنی. میگد وقتی این رقاصه پیش ای در آمد با تمام همون لباس هایی که امروز بعضی از مردم ما و شما میپوشند، از این در بدترش میگه پوشید و در پیش عبدالله میگد خودش زینت دادن میگرفت، تاب میخورد، هر گونه فتنه ها را در پیش او میکرد. عبدالله باشد میگه در بالای جای نماز میخواند. فقط کلمش چی بود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الله الله، از این سخن باز نمیگشت. از بین میگوید یک روز گذشت، گرکل فریاد زد رقاصه را بیارین. گفت با همراه عبدالله. گفت چی خدمت کردی؟ گفت تو مرا پیش انسان روان کردی یا پیش یک سنگ روان کردی؟ هر چی گفت مهنت کردم، به خدا قسم گو از نمازش بیرون نمیشد، فقط لا اله الا الله کلمه داشت خلاص. عاقبت باز گرکل یک نقشه آخر کشید. نقشه آخرش همین بود که گفت 3 روز عبدالله را گرسنه مانید. 3 روز در پیش فقط شراب و در پیش در یک ظرف گوشت خوب ارده گذاری. 3 روز حضرت عبدالله میگوید این عذاب کشیدند، فقط رو به عبادت، رو به سوی الله ذکر میکردند. 3 روز بعد میآیند میبینن همون طعام، میبینن همون شراب مثل خود استادگی هست. گرکل فهمید که عبدالله بازگشت ندارد. آخران پیشنهاد کرد. ای عبدالله، گفت پیشنهاد میکنم اگر بجا بیاری گفت خلاص میشوی، اگر نیاری گفت این را هلاکت میکنم. سری مرا گفت بوسه میکنی، سری مرا بوسه میکنی. گفت من ترا خلاص میکنم. گفت البته مشرک بود، گرکل مشرک بود. الله در قرآن مشرک ها را نجس گفتگی است. حضرت عبدالله میگوید وقتی قدم به سوی بوسه زدن میکرد قبول کرد. فقط چی گفت؟ گفت ای گرکل، گفت من سری ترا بوسه میکنم زمانی که اگر تمام اسیران مسلمانی که در دستی تو هست همراه من اگر خلاص کنی. گرکل قبول کرد. میگوید حضرت عبدالله به سوی پروردگار مناجات کرد که الله گفت قسم به عظمتیت که من از ترس و از برای عذاب سر این مشرک این نجس بوسه نمیکنم. من فقط به خاطر همین مسلمان هایی که امروز اسیر هستند و عذاب دارم به خاطر اینها گفت سر این نجس گفت من بوسه میکنم. و روز قیامت اگر از من پرسی هم ای عبدالله چرا این مشرک سرش بوسه کردی، من میگویم که به خاطر انا همین مسلمان ها کردم. میگوید آمد صاحب کتاب میگوید چنان بوسه کرد که حتی گرکل حس نکرد که لب عبدالله به بالای سر او رسید یا نرسید. این گونه بوسه را انجام داد و میگوید تمام اسیرها را گرکل در اختیار عبدالله داد و رهاشون کرد. وقتی عبدالله میگوید به مدینه آمد به نزد حضرت عمر، این واقعه را همشه پره به حضرت عمر حکایه کرد. حضرت عمر از جای خود خیست و گفت به تمام مسلمان ها گفت امروز واجب است که سر عبدالله را بوسه کنند. چگونه ای که عبدالله سر این یک نجس بوسه کرد به خاطر مسلمان ها، همه شما را گفت واجب است که سر عبدالله را بوسه کنید. و اولین نفری که گفت بوسه میکند این عمر ابن الخطاب است. حضرت عمر خود میگوید پایان شدن بوسه کردند و تمام آن مسلمان ها هم سر حضرت عبدالله را بوسه کردند. بین این قدر عذاب ها را حضرت ها کشیدند لیکن تسلیم نشدند، لیکن از کلمه لا اله الا الله محمد و رسول الله پس نگشتند. یا قصه حضرت بلال برای همه شما مشهور است. وقتی که امیه ابن خلف این بدبخت وقتی حضرت بلال که به پشت میخوابانید، شما صحراهای مکه را تصور کنید. در همین بیرونه که ما و شما حرارت خیلی پست است، طاقت کردن میتوانیم. در مسجدی که کم گرمی دارد طاقت کردن میتوانیم. حضرت بلال
کرتش از بدنش کشیدن، بالای قمهای همون 50 و 60 درجه عربستان خوابانیدن و در بالای شکم حضرت یک سنگ کلان گذاشتند. روز تا بیگاه همچنان خواب بود. وقتی به نزدش امیه که میرفت، آب که میریخت تشنه آب بود، آب در زمین میریخت. حضرت بلال چی میگفت؟ احد احد، خدا یک و یگانه هست، خدا یک و یگانه هست. امیه هر چی پیشنهاد میکرد قبول نمیکرد. شب میشد تا روز نوکراش فرمان میداد، با زنجیر در پشتش میزدند. حتی میگوید صاحب کتاب میگوید که همون انسانهایی که عذاب میدادند اونها مانده میشدند. سحر با اون زخمهای بر پشت باز در بالای ریگ میخوابانیدند. لیکن احد احد، حضرت از این کلمه پس نگشتند. ابوبکر صدیق این حالت دید، آمد گفت اینا چند تنگه میفروشی؟ گفت 10 تنگه میفروشم. حضرت ابوبکر او را خلاص کردند. امیه ابن خلف گفت، ابوبکر گفت عقلش خورده است، اگر 1 تنگه میگفت من سیاه حبشی را میدادم. حضرت ابوبکر گفت اگر تو ای لعنتی گفت، اگر قدر این بلال تو میدانستی 100 تنگه میگفتی به خدا قسم من میخریدمش. لیکن افسوس تو قدر این انسان نمیدانی. برای من هر یک مشکلاتی که به سر هر کدام ما و شما میآید، ما و شما صبر کننده هستیم. انشاءالله اینها را تحمل میکنیم، در نزد پروردگارمان ما و شما اجر خیلی زیادی را نائل میشویم.